سلام عزیزان، با جلسه 4 آموزش لباس عروس در خدمت شما هستم. این جلسه میخوام براتون از الگوی دامن‌های کلوش صحبت کنم و اینکه اصلا به طور کلی متراژ و الگوهای کلوش، نیم کلوش، تمام کلوش یا دوبل کلوش، اینا رو براتون میخوام توضیح بدم به چه شکل هست. برای دامن ساده، دامنی که دوست ندارین کمرش پیلی بخوره، دامن کلوش ساده رو میخوام براتون بگم. برای قسمت آستر، اگر وقتی میخوایم برش بزنیم توی قسمت آستر از الگوی نیم کلوش باید استفاده کنیم. خب حالا باید به چه شکل عمل کنیم؟ برای نیم کلوش عزیزان با پارچه عرض 1.5 اگر بخواید استفاده بکنین که کفایت میکنه برای نیم کلوش. ولی برای کلوش های تمام کلوش اینها خب باید عرض بیشتری باشه. عرض 1.5 هم میتونه باشه که براتون میگم به چه شکل. توی نیم کلوش ما میتونیم از پارچه عرض 1.5 استفاده کنیم. با عرض 1.5 شما 3 متر پارچه نیاز داریم برای نیم کلوشتون. به این شکل فرض کنین الان اگر این پارچه من باشه فرض کنین این الان عرض 150 پارچه است و اینم 3 متر پارچه‌ای که بهتون گفتم برای نیم کلوش نیاز دارین. برای اینکه یه نیم کلوش رو به دست بیارین شما این قسمت ترکی پارچه است که 3 متره، این ورم ترکی. شما وقتی ترکی رو روی ترکی بیارید، یعنی پارچه رو از عرض تا بکنید، ترکی رو روی ترکی بیارین، یه همچین مربعی رو به شما میده. وقتی اینو تا بزنین این مربع به دست میاد که حالا این سمتش 1.5 و این سمتش هم 1.5. اینجا دولای بسته است و این 3 طرف بازه. برای اینکه دامن نیم کلوشتون به دست بیاریم، برای دامنی که میخواین کمرش هیچ چینی نداشته باشه، اینو دیگه احتمالاً همه میدونین، 1/3 کمر منهای 1 میشه قسمت کلوش کمر دامن کلوشتون، دامن نیم کلوشتون. یعنی 1/3 کمر من هر چقدر که هست، هر مقدار فرض کنین کمر 75 تقسیم بر 3، هر عددی که به دست میاد از رأس اینجا این قسمت پایین میاد. این نمای کلی دامن‌های کلوش رو میخوام بهتون بگم. اگر توی دامن عروس به یه شکل دیگه قد رو از پایین بالا میریم و با این قسمت هر چی بمونه میشه برای کلوش، برای کمر. پس این الان هر مقدار که این عدد به دست اومد منهای 1 میکنیم، از رأس از هر دو طرف بالا و پایین میایم علامت میزنیم، از این قسمت هم پایین میان و هلال کمر رو رسم میکنیم. حالا از این قسمت باز از رأس پارچه باز قد ژپونمون که قد آسترمون که اون مقداری که قراره قد آستر یا حالا قد دامن، اگر دارین الگو رو برای پیراهن دیگه استفاده میکنین، قد مورد نظرتون رو پایین میاین علامت میزنین. فرض کنین شده 140 130، حالا هر مقدار 135 هر چقدر که شده از این رأس همه رو علامت میزنین، 130 تا این سمت. به این شکل وقتی شما دامنی رو به این شکل رسم کنین یه دامن نیم کلوش به شما میده. فرض کنین این اگر پارچه عرض 1.5 در 3 متر من باشه، اینو تا میزنم به این شکل، مقداری که باید پایین بیام برای 1/3 کمر منهای 1 هم رو علامت میزنم، قدم هم علامت میزنم و بعد از برش یه همچین شکلی رو به من میده. ببینید نیم کلوش، یعنی یه دامن تمام کلوش رو من ندارم، یک نصف از یه تمام کلوش دایره تجسم کنیم، من نیم دایره رو دارم که میشه دامن نیم کلوش. از این الگو شما میتونید برای آستر عروستون استفاده کنید و خارج از لباس عروس میتونیم برای پیراهن و لباسای مجلسی دیگه که ژپون نداره و یه دامن معمولی رو داره میتونین از این الگو استفاده کنید. حالا واسه دوست داریم برای قسمت دامن ما میخوایم یه دامن تمام کلوش باشه. برای اون باید چه کار کنم؟ توی این قسمت دیدین که وقتی پارچه رو تا زدم یه پارچه دلار رو داشتم، ولی برای دامن تمام کلوشمون اگر با عرض 3 متر پارچه‌ای داشته باشین که عرضش 3 متر باشه، حالا طول 3 متر یا ساتن 3 متر، هر پارچه‌ای که دارین برای لباس مجلسی یا عروستون استفاده می‌کنین که عرضش 3 متر هست، 3 متر نیاز دارین. 3 متر پارچه نیاز دارین. برای این شما باید پارچه عرض 3 مترتون که خب این توی این کاری نداره، راحته، به این شکل یک مربع 3 در 3
شما داریم که پارچه رو یه بار از طول تا میزنیم، یه بار از عرض. شما وقتی پارچه رو به این شکل تا میزنین، یک پارچه 4 لا رو دارین. این یه پارچه 3x3 هست که من دارم. این پارچه رو یه بار از طول تا میزنم، یه بارم از عرض. خب حالا چه مقدار رو باید از کمر پایین بیام؟ قرار یک دامن تمام کلوش داشته باشیم. برای دامن تمام کلوش شما کمر هر مقدار که بود، فرض کنیم ما یک کمر داریم 75، کمر هر مقدار که بود تقسیم بر 6 میشه. حالا 1/6 کمر رو هر مقدار که به دست اومد اینجا هر عددی منهای 1، پس شد 1/6 کمر منهای 1 رو از اینجا پایین میام علامت میزنم. قطعا اینجا محیط کوچیکتری نسبت به این داره، به نسبت به 1/3 و بعد باز کارهای دیگرش هم به همین شکل. قد دامن رو هر مقدار که قد دامنم هست علامت میزنم و اینجا دورریز و این قسمت هم دورریز، این قسمت دورریز، اینجا هم دورریزه. وقتی من اینو برشش بزنم یک همچین دایره ای رو به من میده. ببینید وقتی اینو من برش میزنم که با کمر 1/6، یعنی 1/6 کمر رو پایین میام، به این شکل یه دایره کامل دارم که خب چون میخوام وسط پشتم زیپ بخوره، قطعا یه دونه از شعاعهای دایره رو اینجا رو برش میزنم که برای وسط پشت محل زیپ رو داشته باشم. این برای یه دامن تمام کلوش هست با عرض پارچه 3 متر. خب حالا این با عرض 3 متر بود، حالا پارچه با عرض 1.5. حالا وقتی شما پارچه‌ای داری با عرض 1.5 6 متر نیازه برای یه دامنی مثل این که تمام کلوش باشه. 6 متر پارچه نیاز داریم. منتها تفاوتی که داریم اینجاست که دیگه توی قسمت پهلوها 2 تا درز داریم، برخلاف این که اینجا فقط یه درز در قسمت وسط پشت داریم. وقتی پارچمون عرضش 150 باشه 2 تا درز میخوره، یه پهلو و هر دو پهلو درز داره. اونو من باید چه شکل؟ باز به همین شکله، یعنی یه 2 تا پارچه دارم، عرض 1.5، طول 3 متر، باز عرض 1.5، طول 3 متر. در واقع 6 متر با عرض 1.5 من اینجا پارچه دارم. مثل همون دفعه قبلی پارچه رو از عرض تا میزنم 2 لا. اینجا دیدین 4 لا بود، یه بار از طول یه بار از عرض تا زدم. اینجا میام فقط مثل دامن نیم کلوش فقط یه بار از عرض تا میزنم و باز همون 1/6 کمر رو پایین میام واسش، چون قراره اینجا من 2 تا، یکی برای جلو تقریبا یه نیم کلوش برای جلو، یه نیم کلوش برای پشت میشه. پس کمرم رو 1/3 نمیام، چون اون وقت کمر گشادی رو بهم میده. 1/6 رو از اینجا پایین میام، 1/6 رو از اینجا پایین میام، 1/6 منهای 1 رو و باز قد دامن رو به طور معمول میزنم و همچنین توی اون یکی قسمت، یعنی 3 متر دوم هم همین کارو باهاش میکنیم. 1/6 کمر رو پایین میام، قد لباس رو اضافه میکنم و وقتی برشش میزنم حالا 2 تا پارچه دارم. ببینید اینجا هم الان یه دامن تمام کلوش رو دارم، با این تفاوت که به این شکل وقتی من اینو وصلش میکنم یه دونه برای پشت، یه دونه برای جلو، به این شکل که جمع میشه یه درز قسمت یه پهلو و یه درز قسمت یه پهلو دارم. اینم با عرض پارچه با عرض 1.5 دقیقاً همینو بهمون میده، همین با عرض 3 متر رو بهمون میده، منتها با 2 درز. عزیزان شما الگوی تمام کلوشتون رو چه توی روش پارچه عرض 150 چه توی پارچه که عرض 3 متر باشه، در هر صورت اینو که در بیاریم، این برای یه لباس مجلسی با یک گشادی خوبی به شما میده. قطعا برای لباس عروس محیط کمی رو به شما میده، مگر بخواید یه لباس عروس فرم اروپایی داشته باشین که یک گشادی خیلی کمی رو داره. پس اگر من بخوام لباس عروسان رو برش بزنم به 2 تا از این نیاز دارم، یعنی لباس عروس من میشه دوبل کلوش، یعنی 2 تا کلوش کامل، یک کلوش کامل برای پشت، یک کلوش کامل برای جلو. حالا کمر اونو باید چه مقدار پایین بیام که یک کمری رو بهم بده که دوست ندارم توی کمرم چین بخوره. اونو باید چه کار کنم؟ اونو باید به این شکل عمل کنیم. فرض کنیم قطعا اینجا دیگه فقط پارچه عرض 3 متر داریم. البته با عرض 150 هم میشه، ولی کارتون سخت میشه.
پس برای دامن کلوش دوبل به این شکل باید عمل کنیم. فرض کنیم که شما با عرض 3 متر 2 تا 3 در 3 یعنی 6 متر نیاز دارید. 2 تا پارچه عرض 3 در 3 متر. اگر به این شکل رسم کنیم، فرض کنین این یک کلوشه، چون یک کلوش جلو میخوره، یک کلوش پشت، یه تمام کلوش جلو، یکی پشت. به این شکل یه خط طولی و یه خط عرضی رو تا میزنیم، مثل قبلی ها که بهتون گفتم. وقتی تا میزنیم یه چهارگوش کوچیکتر رو به شما میده. اینجا 3 در 3 هست، یعنی 3 متر عرض پارچه رو 6 متر شما نیاز دارید که وقتی 4 لا تا میخوره 1.5 در 1.5 رو به شما میده. که حالا عزیزان برای این مقدار کمر که یک کمری داریم که با محیط بزرگی هست، من باید روی 4 لا، این چون قراره یکی برای جلو یکی پشت باشه، کمر اینجا باید کمتر بشه. پس کمرم رو تقسیم به 12 میکنم. 1/12 منهای یکم رو از این قسمت پایین میام که یه محیط کمتری رو به شما میده. پس 1/12 دور کمر هست اینجا. توی این قسمت پس 1/12 دور کمر منهای 1 رو از این قسمت پایین میام، علامت میزنم و از همینجا هم قد کلوش رو پایین میام، قد دامن رو پایین میام، قد دامن از رأس رو پایین میام هر چقدر هست. قد دامن به اضافه اون مقداری که اومدیم پایین رو به 1 اندازه از رأس علامت میزنیم و کلوشی پایین رو رسم میکنیم. این قسمت دورریز میشه و همچنین این قسمت دورریز میشه. فرض کنین اگر این پارچه 3 در 3 من باشه، یه بار از طول تا میزنم، یه بار از عرض اونو تا میزنم. به همین شکل که براتون توضیح دادم توی دامنهای قبلی، توی الگوهای قبلی، 1/12 کمر رو اینجا. چرا 1/12؟ چون قراره که اینجا یکی برای جلو یکی برای پشت 2 تا تمام کلوش براتون دوخت بشه. این قسمت ها دور ریزه، 2 تا ازش در میارم، یعنی 2 تا تمام کلوش. 2 تا تمام کلوش که یکی از شعاعهای اونو برش میزنم. الان اینجا 2 تا تمام کلوش رو دارم. وقتی شما کمرتون رو اندازه بزنین، دقیقاً اندازه این 2 تا کلوش اندازه یک کمر رو به شما میده، ولی با این تفاوت که پایین اون یه محیط زیادی رو دارین. این 2 تا شعاع رو که من برش زدم به این شکل کنار هم دوخت میشه 2 تا درز پهلو، یعنی یه دونه سمت چپ و یه دونه سمت راست. پهلوهاتون درز داره و برای قسمت پشتم خط وسط پشت رو میشه برش زد که محل زیپ و وصل به وسط پشت قسمت بالا تنه باشه. به این شکل میبینین چه دور محیطی رو به شما میده. به این شکل یه دامن 2 کلوش با یه کمر بدون پیری و یا چین رو خواهید داشت. عزیزان، پس برای برش آستر برای لباس عروس از این نیم کلوش استفاده میکنیم که یه پارچه با عرض 1.5 به متراژ 1.5 تهیه میکنین برای آستر دامن عروستون. و برای رویه، حالا به نسبت اینکه میخواین چه مدلی برای رویه لباس عروس بارش بزنین، از الگوهای دیگه‌ای که اینجا بهتون گفتم، کلوش یا دوبل کلوش استفاده میکنیم. برای زیرساز تورمون هم به وقتش آموزش اون رو هم براتون میدم که اون آموزشش به شکل دیگه ایه. پس عزیزان که میخواین آماده کنین لباس مدل 1/2 رو، هر مقدار که اینجا بهتون گفتم شما نصف اون رو برای 1/2 مانکن 1/2 تهیه کنین تا دوخت کنین تا با هم پیش بریم برای آموزش. سوالی داشتین میپرسید. عزیزان، دامنی رو که امروز آموزشش رو دیدین برای لباسی هست که کمرش هیچ چینی نداره، ولی دامنی رو که من قراره براتون دوخت کنم دامن کلوش پیلیدار هست که اون باز توی جلسه دیگه براتون الگوهای اون رو هم بهتون میگم که دامن کلوش پیلیدار به چه شکل باید باشه.